داری سعی میکنی سرطان نگیری؟ منم همینطور. خیلی های دیگه هم هستن کارایی رو انجام میدن و کارایی رو هم انجام نمیدن تا از سرطان پیشگیری کنن، مثل سیگار نکشیدن، مثل غذای چرب و گوشتی کمتر خوردن، مثل پیاده روی و گاهی ورزش و نرمش انجام دادن، مثل کرم ضد آفتاب زدن، مثل الکی دارو نخوردن و مثل بیشتر غذای خونگی و تر و تازه خوردن. اما فکر کنم حتی اگه اهل مطالعه و تلویزیون هم باشی، درباره راههای دیگه‌ای که میتونن جلوی سرطان رو بگیرن و من میخوام در این گزارش به اطلاعتون برسونم نخونده و نشنیده باشی. 2 ریز مغذی الان خیلی خیلی معروف شدن. یکی ریز مغذی روی، یکی ریز مغذی ویتامین دی، حالا به تبع اون متابولیسم کلسیم. دیدین نشنیده بودین؟ روی یا همون زینک و ویتامین دی اولی عنصری ضروری و دومی ویتامین مهمی هستن که کمبودشون شخص رو مستعد ابتلا به سرطان میکنه و برعکس رفع کمبودشون از سرطان پیشگیری میکنه. متاسفانه 80% مردم ما کمبود ویتامین دی داره. ویتامین دی در حدی داره شهرت پیدا میکنه که به عنوان داروی قدیمی برای درمان جدید داره جایگزین بسیاری از داروهای ضد سرطانی میشه و اثر بخش، اما چون ارزونه کسی براش تبلیغ نمیکنه. کمبود ویتامین دی در 80% مردم ما باعث شد از حدود 10 سال پیش برنامه غنیسازی شیر با ویتامین دی در کشور ما مطرح بشه. الان هم بعضی انواع شیر هستن که با ویتامین دی غنی شدن، اما خب سرانه مصرف شیر در کشور ما پایینه. چه کار باید کرد؟ پژوهشی در مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نشون داده 60% از مبتلایان به سرطان سینه کمبود ویتامین دی داشتن. توصیه من برای مردم این است که تمام خانم‌های بالای 40 سال برای همیشه 500 میلی گرم کلسیم در روز مصرف بکنن. 500 میلی گرم در روز، یک قرص 500 میلی گرمی هیچ عارضه‌ای ندارد. چه کسی که سنگ کلیه دارد، چه کسی حالا عیبی هم نداره با پزشکش مشورت بکنن، ولی در هر سن و سالی با آب اینو بخوره ضرر نمیکنه. توصیه این است که این کلسیمش همراه با ویتامین دی باشد، کلسیم به علاوه دی. روی یا اسم علمیش زینک یا همون زد ان عنصری که در مردم ما به خصوص در بچه‌ها کمبود شدیدی داره، به خصوص در مرکز و جنوب کشور. روی در آب آشامیدنیمون به مقدار خوبی هست، اما ممکنه در بعضی مناطق کافی نباشه. رابطه کمبود روی و بعضی سرطان ها هم به اثبات رسیده. روی یک ترکیبی است که حداقل 6 ماه در سال بایستی یه جوری هم خانم ها هم آقایون با اولویت خانم ها 6 ماه در سال هفته 3 عدد کپسول روی به میزان 40 میلی گرم رو بایستی مصرف بکنن در هر سنی. هر سن که میره بالاتر نیازم بیشتر میشه. حالا با پژوهش‌ها و اطلاعات جدیدی که درباره پیشگیری از سرطان به دست میان، روزی یک قرص 500